یادم رفته میخواستم چی بگم. یه لحظه بذار فکر کنم. قطعش کن. 2000 years later. خوش اومدید دوستان. ما اینجا امروز، شما الان که تامنیل رو دیدید فهمیدید که موضوع داستان ما امروز چیه. داستان از این قراره که دوستان ما امروز میخوایم دسر یخچالی بود بریم تو کارش. دوستان ما الان اینجا 1 کیلو شیر، 1 قاشق غذاخوری، پودر شکلات، اوکی، 5 قاشق غذاخوری شکر به تعدادی دلخواه، زیاد باشه بهتر، گردو و نزدیک 100 گرم اینا هم شکلات تخت، 5 قاشق غذاخوری آرده. فیلم بردار شما نمیدونید چیه؟ خب ما الان داریم دسر درست کنیم دیگه. آرد نون و بربری رو نمیتونیم که بزنیم. آرد چی میشه؟ آرد شیرینی پزی میشه. پس آرد شیرینی و 100 گرم هم اسم این گودخ چی بود؟ کره و وانیل همیشه باید باشه. تخم مرغ نمیزنیم به این؟ یادم رفت فکر کنم. ما الان اینا رو باید از الک رد کنیم. همه چی لاکچری شد. ما قبلا اینجوری میکردیم. اینا چیه؟ اینجوری میکنی خودش میریزه. نگاه بدون هیچی تکون بدن. اصلا علم ببین پیشرفت کرده. یا من نمیدونم منقول موندم. اینا همش تاثیر داره. ما الکامون اینجوری بود، یه بزرگ، خیلی بزرگ. بابا به خدا بهشت نگاه کن. نزدیک کن فیلم بردار. نزدیک کن دیگه. من نگم دیگه بهت. نگاه کن. حالا آرادا بیولم اینجوری بزنید، یه اشترمیونم اینجوری بزنید، چون این گیر میر کنه این برون براش. اینم علک کنید. البته اینم علک کنید. ببین گله الان داخلش گله است. ولی من حالا آقا به ما الان میریم سراغ این همزن برقمون کوچیک بود. اون یکی همزنم میتونستیم بیاریم، ولی گفتیم این دفعه یکم سنتی بریم جلو. سنتیش اینه با چنگال بریم. خب این یکم پیشرفتشه. حالا امروز رو با این میریم. وای نگاه کن رنگو. عشق میکنم آشپزی. ببین زندگی باید حال کنی باهاش. آره به خب دوستان الان آقای فیلم بردار گفتن که یه مورد رو یادت رفت و من گفتم خب چه موردی یادم میتونه رفته باشه؟ گفت نه دیگه. خب تو الان به من گفتی اونو باید بگم، اینو باید کنم، این کارو باید انجام بدم. چرا تو چیز توضیح نمیدی؟ گفتم in the beginning دوستان خودشون میفهمن دیگه. من الان دارم انجام میدم، به همون روال که انجام بدم درست میشه. پس گفت که نه تو بگو ببین داری چی کار میکنی، چه انجام میدی، چه چیزی میکنی. گفتم اوکی آقا. بعد من چیکار؟ شکر یادم رفت، شکرم بریزی در حین اینکه هم میزنی. گفتم من چرا الان دارم تو شیر سرد اینا رو انجام میدم؟ چون اگه تو شیر گرم انجام بدیم اینا همشون زرتامای میچسبن به هم دیگه. یعنی چی؟ یعنی اینا وقتی به هم دیگه بچسبن دیگه اون موادی که میخوایم خوب در نمیاد. پس در نتیجه الک میکنیم که اینا تو گله نشن و تو شیر سرد میکنیم که اینا به هم دیگه نچسبن دیگه، مثل ساقز نشن، مثل چیز آدامس نشن. خب دوستان ما الان اینو میذاریم تو درجه 120 درجه سانتیگراد میذاریمش. نه کم بذار، نمیدونم درجهش چنده، خودشو کم کن. اینو میذاریم روش، مثل فرنی میمونه. بعد اینو هم بزنیم تا این مواد قلقل کنه به هم دیگه بچسبه. شوخی میکنم. این تا جوشیده بشه، یعنی حالت فرنی، حالت سفتیشو بگیره، ما بعد اینو هم بزنیم. اوکی. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? فیلم بردار آشپز کوچک شدی شما دیگه. باید چون اون هم زده بشه من سپردم به
حرفه‌های پایین‌تر از خودم، اونایی که تو آشپزی زیاد بلد نیستن، گفتم شما انجام بده تا ما دیگه ما سرآشپزیم دیگه. آشپزای کوچک باید این کارا رو انجام بده. خب دوستان ما اینا رو باز می‌کنیم تا آماده بشه. ردیف‌های پایین و اولیه شیرینیمون میزنیم. خوشم نیامد. ببین خوشم نیامد، اینجوری شکست خوشم نیامد. حالا اشکال نداره، یکم سادیسممون نگیره بذاریم. سادیس چی میشد؟ همینجوری گفتم. فکر کنم همون مریضیه هست. بعد HDA میگن، DHT میگن، PVC میگن، چی میگن یادم نمیاد. الان یه فوش بعد میدم ول کن. ریزه ها رو میزنیم این کوچولو موچولو اینجاها تا ملات همه جاشو بگیره. توش موز کردم. این چاقوی مخصوص منه، این قرمزه برا منه. اصلا تو آشپزی اصلا نمیذارم کسی دست بزنه، یالان مثلا. خب اینا ما قشنگ کلاس رو نگاه، اینا میخواد چیز کنه بابا، اینجوری بکن بره دیگه. والله اینجوری بکن بره. من برای خودم کلاس من خواستیم مثلا با چاقو کی میکنه اینجوری؟ هیچ کس. خب دوستان الان ببین این ملات آبرومزی اصلا مثلا چی میولم. خب این مواد الان دیگه خودشو گرفته. ببین تو دستت احساس میکنی این دیگه مثل اولش روون نیست، سفت شده. ما الان تو این قسمت که اینجوری میشه 3 تا مواد داریم: شکلات، تخته گردو و کره. ما اینا رو به مراتب اضافه میکنیم داخلش. حالا بریم و اینا رو اضافه کنیم. صدا رو داری؟ ببین ویدیو رو نگاه میکنی باید بری درست کنی ها. چون اینجا من یه جوری میخورم دهنت آب میفته. اینو اصلا نگه ندارید. حالا من نه اگه بذاری اینا رو، اگه چیز دارید خردکن دارید کلاستون میخواد بره بالا خردکن، نمیخواد همینجوری بریزید چون این داخلش نفوذ میکنه اون مرطوبیت. بعد این چیز میشه، چی میگم بهش، نرم میشه گردو. خاطر همین نیازی همین با دستت قشنگ چیز کن، خرد کن، بریز داخلش. دوستان اینم بگم زیاد نذارید. ببین الان این میبینی دیگه، زیاد نذارید این خودشو بگیره غلیظ بشه. چون ما اینو ببین بیسکویت ها هم باید یه جوری بشه که خیس بشن. الان این حدش داره از حدش میگذره. ما یکم نگه میداریم که این مواد توش قشنگ حل بشه. چون میگم اینو میریزیم اینجا و بعد یخچال میذاریم. اولا مواد تو یخچال هم که میذاری خودشو میگیره، سرد میشه خودشو میگیره. بعد اینا بعد یه جوری بشه که خیس بشن دیگه. میبینی چی میگم؟ تا نرم بشه بتونی اینو راحت بخوری. آره عزیزم. خب اینو ما قشنگ به آرومی، اصلا عجله نکنید، برمیداریم و میذاریم اینجا و رسیدیم به سراغ این که اینا رو قشنگ یه لایه. خب بالا من اینو وای وانیل یادمون رفت به خاطر بوش. یک کمی میریزیم تا بوی خوبشو بگیره. یه لحظه یادم افتاد وانیل رو آخرش هم اضافه کنین، مهم نیست. اینو ما میریزیم داخلش. بسم الله الرحمن الرحیم. یه لایه پر میکنیم. ما الان میریم برای تزیینش موزها رو اضافه میکنیم. اینم بهتون بگم حالا لازم نیست زیاد اضافه کنیم، همین در حد اینکه یکم به دهنمون بیاد. ما زودتر باید این لایه ها رو پر کنیم. و بالاخره حیفی دیگه آخرش هم نمونه. اینم چون آشپزی این به شما نمیرسه اینو بخورید. حالا بدون شوخی دستامونو که شستیم باز میای این خورده های بیسکویتو، یعنی معمولا به این پتیبور میزنن ولی حالا نیازی نیست، هر بیسکویتی میتونید استفاده کنید، خارجی باشه بهتر، نباشه سابق علای کویر. آره ما اینو قشنگ به این حالت پودر میکنیم. سلفون جنس خوب نباشه همین میشه، دیر باز میشه. خوب نمیتونی بازش کنی.
فیلم بردار. کمک آشپز خوبی هستی شما. مرسی. بریم با چاقمون آنباکسش کنیم. آنباکس نبود، باکس بسته شد. و اینم تموم شد. بریم برای 4 ساعت استراحت در یخچال تا خودشو این عزیز ما بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. تا کی میبینمتون؟ تا 4 ساعت دیگه. بای بای. همیشه تمیزی اول ماجرا و آخر ماجراست. شما که کارتون تمام شد قشنگ تمیز. البته این جاربرقی به در نمیخونن. باید بریم جاربرقی بزرگو بیارم. وایسا برم اون یکیو بیارم. سامورایی فرهان. یادتون نره تمیزی اصلا یادتون نره. به مادراتون هم کمک کنید. آفرین پسر خوب. 2000 years later. پایین عزیزم، ما الان دسرمون رو آوردیم، آماده است و میخوایم که برش بزنیم و بخورن. خلاصه که ببین به خاطر چی ما رو بیدار کردم. خاطر ما نیست که خوردن باشه. آره به به چه بویی زد. این چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی اوضاع خیته. خیلی اوضاع خیته. اول من میخورم بعد. من تیسترم. بذار اول من بخورم بعد. شما مگه درست کردید؟ عالی سیبیلام رفت دهنم. عالی. شما مگه درست کردید 100% عالی میشه اگه با ویدیوی من پیش برید. اگه خوشتون اومد لایک، سابسکرایب و نظرات زیباتون رو فراموش نکنید و ما رو هم یه حمایتی بکنید. ممنون از لطفتون. تا ویدیوهای بعد. بدرود. ای وایسا چیکار میکنی؟ خواهی بدی بخوره؟ نه قطع کن. قطع نمیکنی؟ احیانا نمیخوای قطع کنی؟ نه خب باش نگاه کن. قطع بابا.